نظر شما آقای رحمان دوست، سهم کودک و نوجوان این کشور از ثروت ملی چقدره؟ نمیدونم، بلد نیستم، واقعا حساب نکردم. نه نمیخوام با کودک و نوجوان آمار بگید، همین تحلیلی، تحلیل فرهنگی. و نوجوان مملکت من این هست که تعلیم و تربیت رایگان داشته باشه. قانون اساسی هم که تاکید کرده. میگم حقشه دیگه. بله. حالا این حق ببینیم چه جوری شده. تقریبا هیچ مدرسه‌ای نیست که پول نگیره. بله. حتی دولتیه. بله. دولتی که پول میگیره. یه سری مدارس غیر انتفاعی داریم. یه سری مدارس چی میگن؟ نمونه دولتی داریم. نمونه دولتی داریم. یه سری مدارس هیئت امنایی داریم. بشارت باد بر شما که یه سری هوم اسکول داریم. یه سری مدارس خارجی داریم. یعنی سفارت فلان اومده مدرسه رو انداخته. پیامش برای من همین هفته پیش اومد. 1,500,000,000 پول میگیره بچه‌تون بفرستین اینجا. یه سری مدارس گفتم هوم اسکول داریم، نمیخواد بیاد تو آموزش پرورش ما بچه‌ش جمع میشن، 50 نفری جمع میشن توی خونه جمع میشن، دختر و پسرم قاطی از ساعت 9 صبح میان به جای 7 صبح ناهارشون هم اونجا میخورن، درسشون میدن، وقتی کلاس پنجم شدن میرن امتحان میدن. این یعنی چی؟ یعنی تعلیم و تربیت مجانی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش. اول آموزش پرورش که اصلا پرورش نداره، همش آموزشه. تازه اونم چه آموزشی؟ اونم حالا آموزش بسیار عقب مونده هست، چقدر کار بردین زیاد بسیار عقب مونده. بعد این آموزش و پرورش عقب مونده، اگه عقب مونده نبود مردم نمیرفتن غیر انتفاعی. همینطوره. پولشون که زیادی نکرده، میبینن بچه‌شون عقبه. همین آموزش و پرورش آماده که کنکور رو اینقدر بولد کرده که من مجبورم از کلاس اول دبستان به فکر کنکور باشم. بله. خب چی بگم از ثروت حق بچه‌ها، از ثروت ملی، سهمشون چی میرسه به بچه‌ها؟ اگه یه بچه نابغه باشه، خدا بهش یه ثروت درونی داده باشه، ممکن به جایی برسه. وگرنه با این آموزش و پرورش چیزی نمیشه. در حد متوسط رشد میکنه، میاد بالا. سهم این بچه ها هست که توشون نابغه باشه. سهم این بچه ها هست که استثنایی باشه، نه تا فهمیدیم استثنایی دعوتشون کنن برن یه جای دیگه. خیلی مهمه. یعنی آموزش پرورش رایگانمون طبق قانون اساسی تبدیل شده به یک آموزش پرورش به شدت طبقاتی. به شدت طبقاتی و غیر رایگان دیگه. خب هم یکی رو جواب بدین، معلوم میشه سهم بچه چقدره.